ناتوار بکش. سلام علیکم برادران عزیز، منم با شما سلیمان تیوی. چطور میبینید جگوری های ما پخته رسیدن، برای آبپز کرده خوردن تیارن. با همه توصیه میدیم که در عین حال جگوری مکه بسیار است. کسانی که بیماری کمخونی دارند، کم قوتی دارند، انیمیا، در ترکیب این امینوکسلات ها بسیار است. در عین حال زکام بسیارتر است. یا کسانی که در گرده هاشون سنگ دارند، خم دارند، نمک های زیاد داشته باشند، میتوانند که از پوپک های این ریش این انیمیا را جوشانده در آب نوشابه تیار کرده بنوشند. خیلی مفید است و فایده بخش می باشد. نو رو تا آخرش تماشا کنین. پدلیت کردن فراموش نمیکنیم. دستگیری شما یک تا لایک شما پیشروی کانالی سلیمان تیوی می باشد. باقی سلامت باشید. سربلند، زفریار، مردم غریب. خدا نگهبانتون باشد.